خب سلام دوستان ببینید میخوام این کمک مرکزی این موتور رو عوضش بکنیم. خب کمک مرکزی رو عوض کنیم، قرار اینو واسش بذاریم یه کمک YSS خیلی خفن. چرا؟ چون مخزن داره، مخزنش هم یه دونه کابل خیلی خفن داره. خب میریم برای باز کردنش. ببینید دوستان این یه دونه مثلا پلاستیکی داره که اینو میشه باز نکرد، ولی ترجیحاً بازش کنیم بهتره چون اذیت هم میکنه. ببین یه پیچ اینجا داره، دو تا پیچ ده هم اینجا و اینجا داره. اینا رو باز میکنیم، یه دونه میشه مرکز اینجا داره. خب این اول پیچ اینجا رو باز کنیم. یه دونه پیچم این ور داره. خب ببینید یه دونه خار اینجا هستش، این فشار میبینید بیرون. خب این قسمت آن آزاد شد. ببینید الان چقدر دسترسی راحت تر پیدا کردیم به کمک. الان دسترسیمون خیلی بهتر شد واسه کمک. حالا میریم پیچ بالاشو باز کنیم در وهله اول، پیچ پایین هم شلوش کنیم. این پیچ الان سایزش 14 هستش. بعد این ورشو بگیریم. البته اگه آچارمون این ورش 15 هستش. حالا بریم پیچ بالاش هم باز بکنیم. دست در رو بردارتون داره، بیاد پایین بازش کنم. این پیچ پایین و این هم پیچ کمک پایین. خب این کمک رو در بردیمش. ببینید به چه قسمت هستش، به چه صورت هستش. خب حالا ما قراره اینو به این شکل توی این قسمت وصلش کنیم. این مخزنش رو ما باید هدایت کنیم بیاد در وهله اول. مخزن بیاد. خب
اول پایین رو جا بزنیم. خب ببینیم پیچ رو انداختیم. خب بریم پیچ بالا دوستان. خب یه پیچ این ور یه پیچ اون ور دیگه. ببینید از رو بگیر، از این ور بگیر. یه مهره از این ور انداختیم دوستان، یه مهرم از سمت چپ، یکی چپ یکی راست. فیلم بردار ما دوستان الینا کوچولوه، واسه ما فیلم برداری میکنن. دیدیدش؟ اگر ویدیو ما رو دنبال کنید، دنبال کننده ما باشید، الینا کوچولو رو میبینید. الینا کوچولو فیلم بردار داستان ماست. میتونید اون قلب خوشگل واسه ما بزنید. الینای ما ذوق میکنه. ما رو دنبال کننده باشید. ویدیوهای جالبی داریم براتون. کاری میکنیم که دیگه هیچ موقع گذرتون به تعمیرگاه نیفته. همیشه خودتون موتورتون رو تعمیر کنید. جا نمیده. چرا با اون افتاد؟ خب دوستان ببینید پیچو حسابی صفر میکنیم. مهرا رو خب دوستان ببین کمک رو بستیم. اینم که بستیم سر جاش. خب اصلا بستیم که هنوز نبستیم، دروغ است. ببندیم. بگیر. خب نیست. میدونم پیش این طرف داشت. اینم میذاریم سر جاش و این مقدار سخته دوستان سر جاش بده حیوتش. بعد جا هستش.
این که نشد من یه مته بزرگتر بیارم. یک مته با یه مته بزرگتر یه سوراخش میزنیم. خب الان به راحتی عبور میکنه. متاسفانه براش نتونستم پیچ در رفت دوستان. با جاش بد هستش. خب ببینید اینو فعلا این قسمت رو چه بخوام به این شکل ببندیم راحت هستش. خب بریم پیچ بعدی. متاسفانه واسهش پیچ پیدا نکردم، مجبور شدم باز از همین پیچای آلن استفاده کنم براش. خب ببینید اینو داریم ما خیلی جایگاه بدی داره واسه بستنش و اینا به سختی ببندیمش. خب قبل از این دوستان اینو بخوایم ببندیم من سعی میکنم این یه پیچو حدالامکان قسمت زیادیشو ببندم. از این بر بگیرین اینو بیا دوربینتون. خب دوستان یه کار دیگه میکنیم، جا خودمون اذیت میکنیم، اینو بازش میکنیم از اینجا. بگیریم بازش کنیم از اینجا. آره اینو باز میکنیم. بکتر این هم باز میکنم راحت تر میبندیمش. خب ببینید الان بیازی من بگید خب دوستان این مشکلی که پیش اومده سوراخ ما یه مقدار با این ناهماهنگه. این سوراخمون اختلاف داشت و همین واسه بستن اذیت میکرد. خب
حالا خب دوستان من به هوایی که این یک موقع باز نشه چون جاش هم ناجور هستش. خب ببینید به مهرهای آخرش یه مقدار چسب زدم. بچرخونمش بچه ببینید نوشته وای از درسته، نوشتهش هم درسته. خب میریم واسه صفر کردنش. دوستان ما رو میتونید در غرفه با سلام غرفه 365 پیدا کنید. ما فیلترهای SYM تولید میکنیم. این ویدیو هم میذاریم واسه دوستان عشق کنن با خودشون. خب اینو بستیمش. خب ببینید این میشه کار تمام شده کار. خب ببینید این شد تنظیم داره، این هوای دست مخزندار، اینم کار تمام شده. 4 تا پیچاش رو صفر کنیم. اینا رو یادتون نره ببندید. لایک و کامنت یادتون نره. ما رو دنبال کنید. فیلم‌های جذاب از تعمیرات موتور به شکل خیلی ساده براتون میذاریم. محصولات SYM هم میتونید در غرفه 365 در با سلام از ما تهیه کنید، مخصوصا فیلتر هواشو.